در خصوص مباحث بسیار مهمی که در واقع در مورد افسانه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها در واقع وجود داره با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و این رو امیدوارم که به یک نتیجه خوبی بتونیم برسونیم. من میخواستم اول در مورد این بگم که این اتفاق خوشیومن و مبارکی که به تازگی اتفاق افتاد و هممون از اون مسرور شدیم، خوشحال شدیم. میخواستم بگم که امیدوارم الان صدام بهتر باشه دوستان عزیز. امیدوارم الان من عذرخواهی میکنم از دوستانی که داشتن گوش میدادن به دلیل اینکه بنده صدام از یک جای دیگه داشت تامین میشد. ببخشید، عذر بنده رو پذیرا باشید، چون هم برای دوستان یوتیوب داریم صحبت میکنیم، هم برای دوستان اینستاگرام، هم برای دوستان بیگو و هم تیک تاک و این خیلی سخت میشه بخوایم همه رو کنترل کنیم و دست تنها هستیم. خلاصه ما رو عفو کنید، ببخشید. دوستان همونطور که خودتون شاهد هستید در مورد این اتفاقی که اخیراً همین چند ساعت گذشته اتفاق افتاد، اولش که اتفاقی که قبلا افتاد و شهادت حضرت سید حسن نصرالله یگانه مدافع اسلام، در حال حاضر یگانه مدافع واقعی به معنی واقعی کلمه، که در واقع از ابتدا تا همین الان در مقابل استکبار ایستاد. تبریک میگم. امیدوارم که چنین شهادتی رو خداوند نصیب هممون بکنه، هم شما، هم بنده و همه ما، و بتونیم اینقدر مؤثر باشیم در جامعه که دشمن راهی جز این پیدا نکنه که در واقع بخواد ما رو حذف کنه و از بین ببره و این رو تنها راه چاره خودش بدونه، و این خیلی اتفاق خوبیه و قشنگیه و زیباست و من از این لذت میبرم. در مورد اینکه این اتفاق خیلی از دوستان انتقاد داشتن که آقا چرا اهل سنت این در واقع در این امر مقاومت سهیم نیستن. من میخواستم بگم دوستان بدونید چه کسایی در واقع در چه گروهکی بودن، در چه گروهی بودن. لطفاً دقت داشته باشید به این و اینکه در فلسطین چند تا گروه اسلامی داریم، ما جهاد اسلامی داریم، حالا چند تا. قبول دارم که کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن مسلمون، از جمله گاو شیرده آمریکا که باشد عربستان سعودی، اینها فقط خوشرقصی کردن برای غرب و هیچ عکس العملی برای برادرای مسلمان خودشون انجام ندادن. فقط بعضن گفتن آقا ما این میلیارد تومان کمک کردیم، که اون هم از نظر بنده این میلیارد تومان رو اگر به صورت پول به دست برادرای فلسطین ما میرسوندن، الان شاید چند سال جلوتر بودن، همون چند 10 میلیارد دلاری که دارن میگن رو. المهم خواستم فقط یه تبریکی گفته باشم و در مورد این یه صحبتی کرده باشم. اما بریم سر اصل مطلب. دوستان، افسانه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، من اول عذرخواهی میکنم از تمامی دوستان به خاطر اینکه این موضوع رو دارم
الان میارم، الان میگم چون نوبت این موضوع بود. دیشب نتونستیم در مورد این صحبت کنیم. من لایو نشینم الان لایو نشین تفیق الواتر من YouTube'dan və üç tane fədai məcaziyələr vaxtlardan pəxş olub müstəqim. Minnətdar olacaq əgər Allah razı olsun. چون مجبور بودم امروز دارم در مورد این صحبت میکنم، از همم عذرخواهی میکنم. دوستان گفتن صدا نداریم. امیدوارم که دوستان الان صدا داشته باشن دیگه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین. خوش آمدید قربان. بله 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 بله. آها، از طریق حوزه اومدین؟ حاج آقا دیلمیلا؟ نه ما از یه گروه دانشجویی بودیم که از طرف ستادی بود که با مردم ترکمن و بقیه اقوام ایران بیشتر آشناییت پیدا کنیم. بله. داده بودیم ترکمن، بنده برای همین اومدم بالا، گفتم یه سلام و عرض ادبی کنم. بسیار بسیار همالی، بسیار همالی. بنده خیلی خوشحالم، خرسند شدم که تشریف آوردید. باعث افتخارم. ما اینجا زیاد از این بحثا نداریم واقعیت امر و اینکه من الان این جان ما اینجا از این بحثا نداریم. بفرمایید شما حرفتون بزنید. بفرمایید. آره اگر که تاپیک مسائل دینی هستش که بنده امروز مزاحمتون نمیشه، ان شاءالله در نه نه با هم صحبت کنیم، مشکلی نیست. با هم صحبت کنیم، خیلی هم عالی. من لذت میبرم. بحثمون بحث در مورد در واقع بحث شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم. ویدیو داره از طریق 3 تا از رسانه‌ها پخش میشه: یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام و بیگو. و الان شما رو در واقع از 2 رسانه دیگه به جز یوتیوب دارم میبینن الان. شما اگر اگر در مورد این میخواهید صحبت کنید، اول خودتون رو معرفی کنید. شما طلبه هستید یا در واقع جواز گرفتید، فارغ التحصیل شدید؟ من تازه شروع کردم، ولی خب انشالله که خداوند توفیق داد بتونیم ادامه بدیم. انشالله ثابت قدم باشید. بزرگوارید، بنده مزاحم نمیشم چون احساس میکنم در اون حد نرسیدم بتونم با دوستانی که فیلم شما رو زنده نگاه میکنن و بنده میشه در آینده انشالله در خدمتتون. انشالله خوشحال شدم. التماس دار. ببینید دوستان عزیز، همونطور که دوست عزیزمون با فقط شنیدن اسم ترکمن بنده تشریف آوردن بالا و خواستن صحبت کنن، چون میدونن که ما اهل سنت ترکمن صحرا
در مورد مباحث اختلافی زیاد که نه اصلا ورود نمی کنیم. اما اصلا ورود نمی کنیم. ثانیاً هم این که به خاطر همین اومدم ورود می‌خواستم صحبت کنیم با هم دیگه. نمیدونستن موضوع اینه. من از دوستان دیگه که داخل برنامه‌های دیگه هستن عذرخواهی میکنم. دوستان عزیز، من اول یک تفاوتی بذارم بین شیعه واقعی و شیعه شیرازی یا شیعه تندرو. خب شیعه تندرو ما به کی میگیم یا شیعه غالی به کی میگیم؟ کسانی که به مقدسات اهل سنت به بهانه خواندن عبارت از کتاب توهین میکنن. به مادرمون حضرت عایشه، به حضرت عمر، به حضرت ابوبکر، به حضرت عثمان، به حضرت علی و غیره و به دیگر صحابه هم جسارت میکنم و ما اینها رو محکوم میکنیم. و من وقتی اومدم به بیگو گفتم منظورم خطابم از این که گفتم ریشه اینها رو خواهیم زد، کسانی هستند که این حرفا رو میزنن، کسانی که این دشنام ها رو به صحابه میدن. اما شیعه واقعی، من الان تو مینودشت ساکنم، پایین خونم، یعنی همین جایی که دارم لایو میذارم اینور در واقع به فاصله 50 سانت همون خونه ای که میگفتم من در واقع پایینش حسینی است، همینجاست، مینودشته. با این تو این لوکیشن منو زیاد ندیدید. پایین خونمون حسینی است، به فاصله شاید 5 متر باشه. خب حسینی قدیمی مینودشته. یک بار نشنیدم جسارت کنن به ولای علی که خودتون قبول دارید، قسم یک بار نشنیدم. یک بار. اینا شیعن، برادرن با من، همراه من در مقابل این کسایی که میان فوش میدن وای میسن. به خاطر همین از دوستان شیعه میخواستم بگم که آقا من وقتی میخوام یه چیزی بگم از من ناراحت نشن. المهم این کسانی که میگن حضرت فاطمه شهید شده، بنده یک تحدی دارم خدمتشون. شما یک دلیل قطعی و صدور ببینید دوستان، این که حمله کرد، این که گفت من آتش میزنم خانه رو، این که گفت فلان، اینا رو بذارید کنار. اینا اگه پیش یه محکمه بری این دلیل نمیشه برای قتل یک فرد. متوجهی؟ تازه اونم تو این زمان نیست، توی 1400 سال پیش، تو همین زمان اگه همین حالا اتفاق افتاده باشه محکمه دلیل حساب نمیشه، چه رسد که قطعی و صدور هم نیست، مال یه زمان در واقع 1400 سال پیشه. متوجهید؟ و بنده از دوستان یک خواهشی دارم، برای این یک دلیل قطعی و صدور برای ما بیارم، ما بدونیم کجا در منابع اهل سنت از بس گفتن که آقا در منابع اهل سنت به وفور در واقع قتل حضرت فاطمه توسط حضرت عمر و حضرت ابوبکر یافت می شود. خب بیایید نشون بدید. آقا میگن تو صحیح مسلم است، میگیم چی است؟ میگه که حضرت ابوبکر گفته من پشیمانم به خانه، از 3 تا چیز پشیمونم، یکی این که به خانه فاطمه حمله کردم. آقا حمله شد، کشتن، حملش از کجای حمله سقط جنین محسن رو در آوردید؟ از کجای حمله آتش زدن در آوردید؟ آتش زدن در لایه بین دیوار و لایه در موندن حضرت فاطمه رو از کجای این حدیث در آوردید؟ جز اینه که حدیثی که شما میخواید آخر بهش برسید، حدیث بلازوریه، و میخواید بگید که آقا اینجا پیامبر گفته. دوستان آخرین حدیثی که میخوان اینها دیگه دلیل آنچنانی بیارن براش اینه که پیامبر خودش قبل اینکه فوت کنه در یک حدیثی که اونم مشکل داره گفته که ولو ما اصلا بر صحت اون حدیث هم بگیریم، یه دونه حدیثه در یک کتاب قریب اومده که میگه حضرت رسول اکرم میگه آقا تو این اتفاقا برات میفته. حالا ما هم وقتی میپرسیم میگیم آقا تو از کجای این حدیث که حالا خودش مشکل داره اون بماند، اونم یه دونه حدیثه، از کجای این یک حدیثی که ببین خبر آحاد دوستان قطعی و صدور یعنی این که متواتر به خبر آحاد نمیگن قطعی و صدور، از خبر آحاد اعتقاد ثابت نمیشه. اینا مسائل اعتقادیه در نزد اهل سنت. این مسئله تاریخی نیست، اعتقادیه، جنبه تاریخی داره اما اعتقادیه. متوجهید؟ بعد آخرش به همون حدیث میرسن و از اون حدیث هم وقتی میگیم خب آقا چی شد الان بیاید به ما نشون بدید
حضرت عمر کجا رفت کشت، حضرت ابوبکر کجا رفت این کارا رو کرد. نشون بدید. و میگن که آقا گفتیم دیگه، شما خودتون نمیخواید باور کنید. میگن ما هزار روایت دیگه داریم. فقط همینا میگن هزار روایت کجا داری؟ میشه بگو ما ببینیم، بگو ببینیم بلکه از گمراهی در بیاییم. ها کمک کنید ما رو از گمراهی در بیاییم. آقا کمکمون کنید. برعکس بنده این حرفو میزنم و بعد در ادامه چی میگن؟ میگن چون این اتفاق افتاد و امام علی، یعنی حضرت علی رضی الله عنه کرم الله وجهه، در واقع ایشون حضرت فاطمه رو شبانه دفن کردن و 40 تا قبرم، حالا چندین روایت در مورد این میگن 40 تا قبر، فلان تا قبر، اما فکر کنم صحیح ترش همون 40 تا قبر. میگن که آقا 40 تا قبر براش درست کرده و بعد فلان. آقا خب 40 تا قبر براش درست کرده که دست صحابه بهش نرسه. خب صحابه چند هزار نفر بودن، نمیتونستن 40 تا قبر رو بکنن؟ عقلم خوب چیزیه. آدم فکر کنه 2 تا 4 تا 40 تا مرد، صحابه چندین هزار نفرن، نمیتونن توی 2 ساعت 3 ساعت اونجا رو بکنن؟ 2 ساعت چیه؟ نیم ساعت. بعد به این فکر نکردید که آیا قبل الان خودتون علمای خودتون گفتن که به شکل مستفیض در نزد خودتون ثابته که قبر حضرت فاطمه در منزل خودشون دفنه. در منزل خودشون دفنه. هر کسی اگر حرفی داره، من دوستان این فحاشی ها رو جدی نگیر، بیخیال شید. اینا وقتی ناراحت میشن، یه جایشون درد میگیره، میسوزه، فحاشی میکنن. فحاشی نشانه آدم بی علمه. فحاشی نشانه آدم کسی که مذهبش ایراد داره، مذهبش سوراخه. میدونی؟ مذهبش سوراخه، باد میده قشنگ، نمیدونه چطوری باید دفاع کنه. بهشون چندین سال دارم تحدی میکنم، میگم یه دونه روایت صحیح نه دوستان، صحیح. بعد طرف خودش آخونده، ما میگیم آقا یه دونه روایت قطعی صدور بیار، میگیم یه روایت صحیح که متنش هم صحیح باشد. متوجهید؟ این که در صحیح بخاری و صحیح مسلم یک حدیثی اومده و صحیحه، منظور اینه که رجالش صحیحه. اون متنی که اونجا هست صحیح یا قطعی و صدوریش مشخص نیست، چون خبر آحاده. خبر آحاد اعتقاد نمیسازه برادر. متوجهید؟ خبر آحاد اعتقاد نمیسازد. در نزد ما اهل سنت و الجماعت، در مذهب حنفی و ماتریدی و اشعری، اینه که آقا ما از خبر آحاد نمیتوانیم اعتقاد را ثابت کنیم. از قرآن حدیث میتوانیم این کارو بکنیم و اینکه اعتقاد تقلیدی محض نیست، تو باید یکم تحقیقم بکنی. ادریس جان بی زحمت لایو کنترل کن برادر، از کنترل داره خارج میشه. دوستان ببینید، ای سنی به دور کعبه به دنبال چه میگردی؟ کعبه خانه علی است. سبحان الله من هذه البهتان العظیم. این چه بهتانی آخه؟ این چه حرفی میزنی برادر؟ این چه شرکی میگی آخه؟ توبه کن. آقا باشه دیگه، پیامبر یک حرامزاده رو گرفته دیگه ها، درسته؟ همسره. پس ببینید دوستان، برادر شیعه ما میگن که رسول اکرم یک حرامزاده رو گرفته. تمام؟
فوش بده برادر. من که میدونم تو شیعه هم نیستی. دوستان این کسی که ای نوشته من نمیدادمش بیرون، بذارید باشه. اینا شیعه نیستن. من حاضرم قسم بخورم این شیعه نیست. اینا شیعه نیستن، خدا شاده اینا شیعه نیستن. هر چی هستن الا شیعه. علینا و علیکم السلام، بفرمایید. حال شما چطوره برادر؟ خوبید انشالله؟ قربون شما. حالا امری بود بفرمایید، در خدمتیم. اگه سوالی هست. اوکی، پس همون پایین باشید، همونجا هر وقت سوال داشتید بیایید بالا سوال بپرسید. جانم. خب میگم گفتم که اگه حرفی دارید بفرمایید برادر عزیزم. خدا شاده اینا شیعه نیستن، اینایی که میان بالا اینا یا آتئیستن یا نه. این پایینی ها رو دارم میگم. بفرمایید. نه سنی هستن. نه چون اینا از طرف شیعه ها دارن فوش میدن، میدونی؟ چون میدونم شیعه ها اینطوری فوش نمیدن. همونو میگم، چون میدونم شیعه ها اینطوری فوش نمیدن. حالا اینطوری نگیم، حالا دیگه در اصل انسانیتش ما چیز شبه وارد نکنیم. بگیم همون سنی است، مسلمون نیست. حالا بگیم مسلمون نیستم نمیشه گفت، چون ان العمل لیس من الایمان، عمل از ایمان نیست. قربت ما کوچیکتم. بله اهل سنت هستم. بله. صداتون قطع میشه. صداتون قطع و وصل میشه برادر. میشه یه ذره چیز کنید، یه جای آروم وایسید بعد حرف بزنید، چون صداتون هی قطع و وصل میشه برای من میاد، من متوجه نمیشم چی میگید. حتما مال منه، ببخشید پس حتما مال منه. من ترکمن صحرا هستم، شهر مینودشت. بله. منم ایران، مشخص نبود من ایرانیم برادر، یه جوری گفتیم ایرانی، من تعجب کردم. نه
همون اتفاقو من متوجه نشدم، دوباره بگید همونو من متوجه نشدم، نشنیدم چون صداتون قطع و وصل میشد. بفرمایید. شما فکر کنم همسن بچه من بود، فکر کنم دهه 70 یا 80. من 76م، 76. ماشاءالله ماشاءالله. جانم. اون اتفاقات مبارک که افتاد پیامبر ما تشریف آورد، رسالت به وجود و نور مبارک الهی به وجود اومد و اون اتفاق مبارک حضرت عیسی موجی که پیامبر ما دنبالش میگشت و اهل عرفان اهل بیت دنبالش میگشتن، بعد از حضرت عیسی به وجود شد پیامبر بهتون تشریف آوردن. جناب مولا تشریف آوردن، جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان تشریف آوردن و این اتفاقات مبارک افتاد. آیا سوال من آیا این عدل الهی بازی مولا بذاره برای ما این پیامبر و امام ابوبکر، عثمان، علی و الان امروز هیچکی نباشه، فقط اونا باشن. خب همین بود سوالتون؟ چون صداتون قطع و وصل داشت میومد همون، من اصلا از اونجایی که شما الان مثلا دارید میگید که آقا این اتفاق مبارک افتاد، یعنی منظورتون قدیره، درسته؟ چون صداتون اصلا برای من واضح نیست متاسفانه. شوربختانه این تقصیر من احتمالا. البته منم سرعت اینترنت هم اینجا دارم، سرعتش خوبه. برادر 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 هستید؟ برادر عزیزم تشریف دارید شما؟ من صداتون رو ندارم. دوستان شما صداشو دارید؟ خب بیایید بالا بپرسید. خب بیایید بالا بپرسید دوستان، اگه حرفی هست، در واقع بحثی هست، سوالی دارید، بیایید بالا درخواست بدید بپرسید. من کوچیکتونم هستم. خب بفرمایید بپرسید. از دوستان یوتیوب عذرخواهی میکنم، ببخشید، بنده رو معاف کنید. اینجا سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین. شما خوبید برادر؟ جانم جانم. الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر. یه موضوعی رو می‌خواستم مطرح کنم.
بله بفرمایید. این موضوع از زمانی شروع شد که ببخشید یه لحظه من تصویرمو ببندم. مشکلی نیست، ببندید، مشکلی نیست. موضوع از زمانی شروع شد که عبدالمناف پردهدار کعبه بود و اون زمان کعبه بتخانه بود. یعنی جمعه به جمعه می اومدن تو کعبه طلا مینداختن تو بتایی که اونجا بودن و خیلی اتفاقات دو سر داشت عبدالمناف، درسته؟ به نام امیه و هاشم، درسته؟ بفرمایید. بله. و اون زمان تازه اینا داشتن با رومی ها داد و ستد میکردن. موضوعتون در مورد چیه برادرم؟ اون زمان هم زمانی بود که زمان ساسانیان بود. میخوام یکم بیام جلوتر که بهت بگم چطور شده موضوعی که الان به ایران کشیده شده و اصلا موضوعی که الان ما بذار اینجوری کلی بهت بگم. من هیچ چیزی رو زیر سوال نمیبرم. هر کسی عقایدش برای خودش محترمه. فقط ما نباید عقایدمون رو به دیگران تحمیل بکنیم. من اینو میگم. ما داریم توی جامعه آزاد زندگی میکنیم. خب باید با هم متحد باشیم، باید با هم یکی باشیم. از اون زمان الان شیعه و سنی اومده، نمیدونم الان اختلاف اون میگه من شیعه ام، این میگه من سنی ام، اون دنبال 12 امام، این دنبال عمر، اون دنبال عثمان، نمیدونم این حنفیه، این حنبلیه. پس خدا این وسط چی میشه؟ پس چه درکی ما از خدا داریم؟ پس ما چه درکی از نیروی برتری داریم که کره زمین رو برای ما آفریده؟ چه فکری میکنیم؟ انقدر به فرضیات میگیم که از اصل خارج میشیم. مگه 60-70 سال ما بیشتر زندگی تو این دنیا؟ بیشتر زندگی میکنیم؟ خدا یه چیز میخواد، درست زندگی کن، به هم نوعت کمک کن، از حقت دفاع کن. خیلی چیزای خیلی خلاصه که مشخصه این در وجدان بیدار هر انسانی وجود داره. اون کسایی هم که خدا رو رد میکنن، ببین چیزی رو که رد میکنی یعنی حق. خب من یه سری چیزا هست که اصلا نمیخوام به شما من خیلی تحقیق کردم در این مورد، خیلی مطالعه کردم. اون زمان اینا داشتن با رومی ها می جنگیدن، ساسانیان. خب و اعراب تازه داشتن با رومی ها داد و ستد میکردن، لج داشتن با ایرانی ها. یه بارم قبل از این که شاپور دوم بیاد حمله میکنن به ایران و شاپور دستور میده. تا سالهای سال اسم شاپور میومده تنشون میلرزیده. ولی به جایی رسید که در زمان یزدگرد سوم حمله کردن و سلمان فارسی هم کاری کرد که اون موضوعاتی که تو ارتش ایران بود و اون سپاه ایران و فلان، حالا بماند، خیلی موضوع طولانیه و اصلا نمیخوام واردش بشم. ولی من یه چیز رو میخوام بگم. کل این کسایی که در مورد ادیان حرف میزنن، مگر 134,000 پیغمبر نیومده گفته خدا یک رو بپرست؟ یه نیروی برتری هست که اونو باید بپرست، مگه نگفته اینا رو؟ پس چرا ما همیشه از اصل خارج میشیم؟ پس چرا ما 12 نفر رو میکنیم تو خط خدا؟ اینا رو باید یکی یکی اونجا جواب پس بدی. بگه مگه من عقل تو ندارم؟ ما یه چیزمون، ببخشید عذرخواهی میکنم بلد، ما یه چیزمون با حیوانات جداست، اونم ذهن و افکاره. اون وجدان بیداری که خدا در وجود ما گذاشته. اون دنیا این بهشت و جهنمی که اینا توصیف میکنن، اصلا اون دنیا دنیای مادی نیست. مگه خدا جلاده؟ مگه خدا ظالمه که بخواد؟ ولی خب یه سری چیزا هست که رفتارهای خود عذاب میده به خودش وقتی میبینه که چه کارهای انجام داده. اون میشه جهنمش، وگرنه نه آتشی وجود داره نه اونیه که دارن من آتش و جهنم هیز اومده. چه خبر؟ خدا آقا اون برمده خدا جلاله این برده باشید، اون برای جهنم. طبقات روحی وجود داره که یواش یواش میان تو رو، کسایی که از لحاظ روحی از لحاظ ذهنی بالا هن، اونایی که پایینن یواش یواش دستشون رو میگیرن میارنشون تو طبقات
بله من درست. 40 سال 50 سالمه. فقط میخوام اینو بهت بگم که یه سری چیزا تو مغز ما کردن، خب که ما هی داریم میریم تو فرعیات، از جدا میشه. اگر من ببین این فحاشای این فیلم رو میبینی، فحاشای این فیلم رو میبینی، اینا ثمره حرکاتیه که دور از جونتون، دور از جونتون کسایی کردن که اومدن حکومت دینی تو ایران درست کردن و اینو با سیاست یکی کردن که امروز اینجور اتفاقاتی باید بیفته. وگرنه مردم اصلا دین زده شدن، مردم فوش میدن، اصلا ببخشید معذرت میخوام اینجاشون حساب نمیکنن دیگه، همه ی حرمت ها رو از بین بردن، همه چیز رو از بین بردن. من اینو چرا این یارو باید بهت فوش بده؟ چرا یکی مثل تکلو باید درست بشه؟ برو ریشه هاشو نگاه کن. ما داریم تو جامعه امروز زندگی میکنیم، این حرفا جواب نمیده. باید یه کاری کرد که به قول خودمون یه راهی پیدا کرد که بتونیم این مردم بدبخت رو از این فلاکت نجات بدیم. کجای قرآن اعداد و ارقام اقتصادی نوشته؟ اعداد و ارقام اقتصادی برای رسیدن به خداست. آقا هر کی هر چیزی دوست داره برسه به خدا، هر کی هر چیزی دوست داره فقط برسه، بفهمه که یه نیروی برتری هست، یه کسی هست که مواظب توه، یه کسی هست که همون تو داره. این برای چی؟ این چیزی که شما میگی اسمش عرفانه. خیلی چیزایی دیگه هست که الان اصلا صحبت کنید تا ازتون استفاده کنیم، بیشتر بشنویم ازتون. ممنونم تشریف آوردید، وقت دادید، ممنونم. از برادرمون ممنونم که افتخار داد، گرچه بنده یک در واقع طلبه بیش نیستم، اما لذت بردم از صحبتشون و شرعی مشکل دارم، اما حرف کلیش درست بود و این واقعا منو اذیت میکنه، اینکه ما از اصل داریم خارج میشیم، اصلی که عبادته و ما باید آخر بمیریم و بریم و زیر خاک دفن بشیم در یک مکان 1:2 و ارتفاع حد اکثر نیم متر. شما اونجا باید خاک بشی، شمایی که حالا برای من سلام مایک میدی حاج آقا، سلام حاج آقا، چقدر با صبر، آفرین فلان، همه شمایی که الان اینجا کامنت گذاشتید قراره یه روزی همه با هم، حتی بنده، حتی این دختر 2 ساله من، همسرم دختر 6 ساله من، هممون قراره یه روز بریم زیر خاک. چشم الان میارم دوست من، چشم برو چشمم سمن و تازه، چشم یه لحظه وقت بدید صحبتمو بگم. هممون قراره یه روز بریم زیر خاک. چه بسا بهتر که به جای اینکه وقتمون بیهوده بگذره، حداقل به جای اینکه بخوایم کمترین کاری که از دستمون برمیاد دیگه دل کسی رو نشکنیم، کسی رو ناراحتش نکنیم، یه خاطره بد از خودمون پیش یه نفر به جا نذاریم، بذاریم یه نفر وقتی ما تو ذهنش میایم بیاد یه چیز خوب، یه خاطره خوب، یه خاطره لذت بخش، یه حس خوب بهش بده وقتی چهره ما تو ذهنش میاد. میدونین چی میگم؟ الان پدرم نزدیک 20 سال فوت کرده، اما هر کی از من یک بار نشیدم یه نفر ازش بد بگه، یک بار حتی نشیدم. حسرت میخورم برای همچین زندگی، حسرت همچین زندگی رو دارم که در واقع به دور از همه چی برم یه گوشه زندگیمو بکنم و با خدای خودم راحت باشم، نه اینکه با مردم معاشرت نکنم، معاشرت کنم اما به حد و اندازش. خیلی فکر کنم خیلی قشنگ باشه. و این چیزی که دوستمون داشتن میگفتن اسمش عرفان بود، در اصل اسمش عرفانه. سلام علیکم. سلام. ممنونم، تشکر میکنم. الحمدلله.
قربون شما برم، ممنونم، تشکر میکنم. ولی اینجا جای حاج آقای مثل شما نیست. اینجا جای شمارتری هست دوست عزیز. اینجا برای شما جایز نیست. چرا متوجه نشدم؟ میگم اینجا خب جایز نیست برای شما که مثلا به مردم ارشاد کنید. من ارشاد نمی کنم. من کی باشم بخوام ارشاد کنم برادر؟ من اومدم در مورد اینجا کسی گوش نمیده. اینجا یه برنامه مجازی همه به فکر بیزنس درآمده. اگر توجه کردی باشی که به ورق بزنی متوجه میشی داداش گلم. والا من فقط اومدم اینجا یک سری شبهات دینی هست یا یه سری صحبتایی هست در مورد دین و قیامت و اینا که مردم به خودشون بیان، یا یه سری شبهاتی هست که مردم از ما میپرسن میگن آقا اینجا بیا صحبت کن. این برنامه رو من خودم پیدا نکردم، یکی از دوستان از داخل اینستاگرام بهم گفت آقا بیا اینجا برای در واقع صحبت و مناظره با چند تا از دوستانی که در واقع می‌خواستم مناظره کنم، به خاطر اون اومدم. ولی من نمیشناختم حتی بیگو رو. بله من این قصد کاملا متینه. حاج آقا یه چیزی رو بگم. حاج آقا نه تو من میشناسی نه من تو میشناسم. یه چیزا اگر ما کار میکنیم و همه مجال تشکیلی هر نفر هر کس رو خودش و هر کس تو قبر خودش میذاره. حالا که اگر گردن خودشه من شخص میتی بیام اینا هم تو ببیسه اکنون شکتا گناش پای میتی کلی میگیسه خب در کل داره کامل خب جای پاک و ما چند سال اینجا استثمار نشدن از شغل انجام بدی از شغل آمدی چه نصیب میشه اینجا نصیب میشه توقین و باشی چیزی نصیب حاج آقا نمیشه. تو الان گفتی بچم دوست دارشه خب بله اینجا هیچ کس بر به کسی گوش نمیده. من شخص میتی کن فقط به فکر منافع خود من خب معذرت میخوام به منافع خود شخص خود من. درسته. توجه کرده باشی پایین خیلی کامنت زشت گذاشتن. سلام خانم شکیرا خوش آمدید. حاج آقا چشمات ببند. خانم شکیرا روزه سرش نیست. چشمات ببند حاج آقا. در کل دارم میگم خانم شکیرا حاج آقا داره به من نگاه میکنه. تصویر ببند. حاج آقا تصویر شبند. بله ممنونم، تشکر میکنم. من خدا بالا سر شاهده، فقط تنها دلیلی که اومدم اینجا یه چند تا چیزه. خب اونم این که به من گفتن آقا اینجا دارن فحاشی میکنن به اسلام، به مسلمونا، به اهل سنت. به خاطر همون گفتم که بله من نمیدونم الان به نظر خواهر میشه ازتون خواهر ببین برادر من، ببین خواهر من یه در واقع چطوری بگم بهتون، اینطوری بگم بهتره. اینجا من الان نزدیک دو سه ماه نه 7-8 ماه اینجا هم دارم میبینم، تو پیج چند تا از دوستان هستم دارم میبینم، میرم میام، اما لایو نمیذاشتم، فقط توی صوتی بودم که در واقع صحبت‌های دینی میکردیم، مناظره میکردیم، بحث علمی میکردیم. اما به تازگی این به ذهنم اومد که آقا بیام لایو تصویری بذارم و در مورد اینکه آقا چه اتفاقاتی داره میفته، چرا مردم دارن اینطوری میشن، چرا داریم فاصله میگیریم از خیلی چیزا، در مورد این صحبت کنم. یه بخشی از صحبتامو و یه بخشی از صحبتام هم در مورد رد شبهات
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. خواهر منه. من خواهر ندارم به جای خواهر من. آقا افغانی باشه. ببینید دوستان، و اینکه یه قسمی هم میان به اهل سنت فوش میدن. من که به عینه دیدم اینو، به عینه دیدم و خیلی ناراحت شدم اینو وقتی دیدم و شنیدم و این رو، یعنی با گوشت و پوست و استخونم اینو متوجه شدم که چقدر دارن بد فوش میدن، چقدر دارن حرفای زشتی میزنن و هیچ کس به اینا هیچی نمیگه. بیدر و پیکر، انگار فضای مجازی بیدر و پیکر. هر کسی هر کی دلش میخواد بگه. یه نفر باید بیاد به اینا بگه آقا تو اگر میخوای این حرفا بزنی کسی هم هست بیاد جلوت عین خودت در واقع برخورد کنه. اما حیف من اون شخصیت اونطوری ندارم. مثلا چطوری بگم، یعنی قیافم مشخصه که من نمیتونم عین خودش بد باشم. میدونی چی میگم؟ نمیتونم عین خودش بد رفتار کنم، فش بدم یا متوجه چی میگم. فقط میتونم بهش رفع شبهه کنم و شبههشو جواب بدم. ولش کن برادر، ولش کن. از صبح تا حالا دارم به جد و آباد من فوش میدم، من هیچ کاری نکردم. فوقش به ثوابات اضافه میشه دیگه. آقا ما که ثواب زیاد نداریم آقا. خودت هم تو هم همینطور، منم شما رو نمیدونم، شما شاید مال شما زیاد باشه اما ما که نداریم والله. هر چی از گناه بذار یک ذره کم بشه، یه ذره ثواب بگیریم حداقل. بذار فوش بده، چیکار داری؟ تو اینطوری فکر کن داره به ثواب میاد. تو اینطوری فکر کن. کی فوش داد الان؟ استغفرالله. خدا ازت راضی باشه. ممنونم، تشکر میکنم ازت. ممنونم. سلام علیکم برادر. سلام، خوش اومدید. متقابلا. خوش آمدید، خوش آمدید. در خدمتم برادرم، خوش اومدید. نه من شما رو نمیگم، من ببین برادر عزیزم، من اول همیشه تو لایف هام گفتم، هم الان به برادرایی که دارن از یوتیوب ما رو میبینن، هم تیک تاک، هم اینستاگرام، هم از بیگو داریم صحبت میکنیم. ببینین دوستان، بنده خودم الان تو مینودشت دارم زندگی میکنم. 20 سال بین اهل تشیعم. چند دقیقه پیشم گفتم با در واقع حسینیه 5 متر فقط فوقش با فاصله داریم. 5 متر فاصله داریم با حسینیه اصلی در واقع مینودشت. خب من 20 سال اینجا یک بار نشیدم اینا کوچکترین جسارتی بکنن. خدا بالا سرم شاهده. به همین عمامه، به همین خرقه‌ای که از امام اعظم بهم رسیده قسم یک بار نشیدم. اما این کسایی که فش میدن از دو حالت خارج نیست. یا اینا مزدورن یا اینا شیرازیان. از این دو حالت خارج نیست. یا مزدوریه که داره خودشو شیعه معرفی میکنه یا شیرازیه. بفرمایید. سوال من این است که با توجه
اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله اجمعین. کمال دوستان، من این رو بگم، کمال جز با تبعیت از شریعت بیرون نمیاد، جز با اخلاص بیرون نمیاد، جز با اخلاص بیرون نمیاد. اگر تبعیت از شریعت باشه اخلاص نباشه یه پاتلنگه، اگر اخلاص باشه تبعیت از شریعت نباشه باز یه پای دیگه لنگه، و بالعکس. تفاوت این هر دو اینطوریه، باید هر دو کنار هم دیگه باشن. حقیقت و شریعت و طریقت برابر است با حقیقت. شما نمیتونی یکی رو بذاری یکی رو بگیری. به خاطر همین میخوام این رو بگم که شریعت به چی میگن برادر؟ شریعت چند تا چیز اصلی داره: نماز، روزه، زکات، حج و سلام. همین چند تا رکنی که در واقع خداوند عزوجل برای ما گذاشته، و ایمان به خدا، به کتابش، به انبیا، به روز قیامت، به فرشتگان و سلام نامه تمام. هر کسی این اعتقاد داشته باشه مسلمونه. حالا کسی اضافه تر داره اونم مسلمونه، چون اون این اعتقاداتو داره. حالا یه چیزی از خودش در مورد گذاشته، یا میگه تو احادیث هست یا میگه فلانجا هست، اونم مسلمونه، چون این اعتقادو داره. بالاخره قبلمون یکیه، قرآنمون یکیه، پیامبرمون یکیه، خیلی چیزامون یکیه. خب دوستان عزیز، در بیگو در این یوتیوب بنده از خدمت شما خداحافظی میکنم. تا دیدار دیگه شما رو میسپارم به خداوند عزوجل. چه دعایی کنم بهتر از آن که خدا پنجره باز اتاقت باشد.